محمد رامتین کر خر بواسک میگه نمیگن شلنگ او ببند یا تو سیدم پهلو میکنی. بچه تونه آدمیزاد نباره چه قضیه میگن قد جلوگیری نکو بذاری بچه دیگرت بیا. بچه که یکی دونه شو یا خل میشه یا گرگنا میشه. فرصت بشه این رو سر من عطر نزن تران درد میگیره. کجا میخوای بری به سلامتی دوباره؟ نمیزنم. وای مامان جون به همه چی گیر میدین. تو رو خدا ول کنین دیگه. آخه با این شرایط اقتصادی کی جرأت داره بچه دار شه؟ رحیم جون من یه سر میرم گالری رژ صورتی جاشون عوض شده اومدن نبش فلکی پاسارگاد نزدیک خونه مامان جون ایناست. زود بیام یکم لوازم آرایش و عطر و اینا میخوام میگیرم برمیگردم. لوازم آرایش خرج نداره. زودی بیا و بچه‌ها همشون خمیر شدن بس که مکرانی دادیشون. زودی بیا و غذای درستی براشون درست بکن. تو پوزه او که فقط من آشنا کرد با نیتو تو خشت کشتش بفته به حق علی. من نمیدونم تو برای کیه قمی ولی شوهری بوکن رحیم خدازه بدبخت من با اون ننه کلیت دمنت جادو جنبلش کردین اومدین اسدینش. وا مامان جون یه چیزی میگینا مگه خودم دل ندارم بعدشم رحیم جون اینطوری دوست داره. حالا می رحیم پیشونی سیاه جرأت حرف زدن نداره یک کلمه ای حرف بزنه خودتونه نه میخواین بواش بسوزونین. خدا میمرگه بدننه گنگ تتلاس حداقل یک کلمه ای حرف بزن مردم بدون زنده ازی. شالله قشنگترم میشدی. این همه که میمالی اونگا فقط همون گوه سرشومی. الا زودی اومدیه از این عطرو برای من یکی بسا خیلی خوشم اومد بوش. الا بودو غیرش مال ولو.